خب، با سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. امروز 15 خرداد 1403 هست، روز سه‌شنبه و دومین روز تشکیل بازار در هفته جدید. اینجا چارت طلا رو شما میبینید. خوب نگاه کنید، میبینید روند کاملا نزولی هست. پولبک زده، دوباره نزولی، پولبک زده، نزولی، پولبک زده، نزولی. این نوایی که شما اینجا میبینید نوایی بوده که واقعا من قبلا مشخص کردم و قیمت نسبت به این نوایی واکنش نشان داده بوده. یعنی این اوردر بلاک رو من خیلی هفته‌های گذشته مشخص کردم. قیمت اومده اینجا برخورد کرده، از اینجا ریخته، دوباره پولبک زده. این اوردر بلاک دوباره مشخص کرده بودم که قیمت اومده وارد این اوردر بلاک شده و اومده پایین. یه اوردر بلاک رو مرحله بعد مشخص کرده بودم که قیمت وقتی اومده بوده پایین پولبک زده رفته وارد این اوردر بلاک شده و اومده پایین. دوباره این اوردر بلاک رو مشخص کرده بودم، پولبک زده، قیمت رفته وارد این اوردر بلاک شده و اومده پایین. این اوردر بلاک رو مرحله بعدی مشخص کرده بودم که قیمت وارد اوردر بلاک شده و اومده پایین و اینم آخرین اوردر بلاکیه که البته تصفیه شده هم هست. مشخص کردم که انتظار دارم در آینده قیمت بیاد روی این اوردر بلاک. البته احتمالش خیلی کمتر هست ولی خب ممکنه هم کار کنه. حالا میگم چرا علتش کمتره که بعد بره پایین تر. علتش این که میگم احتمالش کمتره به خاطری که اینجا نگاه کنید بالای این سقف‌ها دیگه نقدینگی یا استوپ های خیلی خیلی زیادی خوابیده و احتمال داره قیمت بعد از یه مقداری دیگه پایین رفتن بخواد بره بالا و تمام این استوپ ها رو جمع کنه. ولی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، این اوردر بلاک هایی که به صورت متوالی اینجا مثلا قیمت هی انتقال پیدا میکنه از این اوردر بلاک به این اوردر بلاک و از این اوردر بلاک میاد پایینتر، اینا رو بهشون میگیم اوردر فلو. اوردر فلو یعنی دنباله ای از اوردر بلاک های متوالی که پول را از اینجا منتقل میکنن به اینجا، از اینجا منتقل میکنن پایینتر و دوباره همینجوری اینجا دوباره پول را از اینجا منتقل میکنن به اینجا، از اینجا منتقلش میکنن به اینجا، از اینجا منتقلش میکنن پایینتر. دنباله این اوردر بلاک ها رو معمولا بهشون میگن اوردر فلو. ما معمولا اوردر فلو تا 3 مرحله بیشتر نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. حالا دلایل خاصی داره که در آینده حالا شاید تو ویدیوهای بعدی دربارش صحبت کنم. ما الان در لایو بازار هستیم. من این خط قیمت رو برداشتم برای که دست و پامون نباشه و مزاحممون نشه و قیمت همینجور که میبینید نزولیه. الان در تایم فریم 1 ساعته هستیم. من برای که یه تحلیلی فقط میخوام اینجا ارائه کنم از نقدینگی که یه مقداری با الفبای نقدینگی با هم آشنا بشیم. میرم تایم فریم 6 دقیقه و معمولا من از تایم فریم های غیر رایج بیشتر استفاده میکنم چون مارکت میکرها میدونن تریدرها بیشتر روی تایم فریم های معمول مثل 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت روی اینا کار میکنن. بنابراین اینا میرن توی تایم فریم های غیر معمول و اوردر بلاک ها رو اونجا مخفی میکنن بعضا. خب بریم اینجا ببینیم. میخوام بهتون بگم چی داریم. ما آخرین ببینید، ما همیشه وقتی میخوایم قیمت رو بیایم بررسی بکنیم، تریدی چیزی میخوایم انجام بدیم، اول که ساختار کلی گفتیم، ساختار کلی رو مشخص میکنیم که نزولیه. وقتی ساختار کلی نزولیه، خواهش میکنم این جمله رو حتما شنیدید که همیشه میگن روند دوست ماست. به این جمله واقعا توجه کنید. ولی اینکه حالا چطوری روند دوست ماست، این رو خیلی ها بازم با اینکه میدونن به اشتباه میفتن و سعی میکنن برن پولبک ها و چیزایی به درد نخور رو خلاصه ترید کنن که بیشتر هم استوب میخورن. ما الان چون همش روند نزولی میبینیم، ما فقط باید به سل فکر کنیم. یعنی بهتره که فقط به سل فکر کنیم. آخرین بازه‌ای که من دارم میبینم الان این بازه هست. آخرین بازه، اجازه بدید براتون ترسیم کنم. آخرین بازه از این های هست، بازه کلی تا این لو. خب یعنی ما کلا در این رنج الان میایم به حرکات قیمت توجه میکنیم. بنابراین من خطی میکشم اینجا
از اینجا، از این بالا تا این پایین ما اینجا فعلا به حرکات قیمت توجه میکنیم. روند هم نزولیه. خب یه ترسیم ساختار اول بیایم داشته باشیم. ترسیم ساختارمون به این شکل. اینجا میگیم یه دونه های داریم، میایم پایین ترین اینجا لو و اینجا لوور های و نهایتا اینجا لوور لو. خب ببخشید. کاری که قیمت میکنه من توی یکی دوتا ویدیو قبلم خدمتتون توضیح دادم. قیمت میاد ایجاد نقدینگی میکنه. ایجاد نقدینگی یعنی چی؟ یعنی شما الان نگاه کنید روی این لگ از این های تا این لو شما بیاید در نظر بگیرید. قبل از اینکه این لو تشکیل بشه، خوب دقت کنید ببینید چی دارم میگم. قبل از اینکه این لو بیاد تشکیل بشه بازار اینطوری بوده، این های این لو زده و بعد رفته این های رو زده و این لو. شما یه لحظه واقعا فکرشو بکنید. قبل از اینکه این لگ این پول بک بیاد تشکیل بشه شما چه فکری پیش خودتون میکردید اگر این قسمت چارت رو نداشتید، از اینجا به سمت راست رو نداشتید؟ چه فکری پیش خودتون میکردید؟ یه لحظه فکر کنید به حرفم. وقتی اینو میدیدید به این فکر میکردید که این میخواد ادامه پیدا کنه. حالا ادامه هم میخواد پیدا کنه مثلا با یه مقدار پول بک مثلا بیاد اینجا و ادامه پیدا بکنه. ولی میبینیم اصلا اینجور اتفاقی نیفتاده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این قیمت در واقع اینجا وقتی اومده این سقف و ساخته ایجاد نقدینگی کرده. ایجاد نقدینگی یعنی چی؟ یعنی این سقف و ساخته خیلی ها اینجا دیدن قیمت میره پایین سل زدن، تمام استاپلاس ها پشت این خوابیده. این که میدونید ساختار خیلی دستکاری میشه. این جزء دستکاری کردن های ساختاره. یعنی چی؟ یعنی میان یه سقف در واقع غیر ساختاری میسازن که تریدرها رو به دام بندازن. خیلی ها اینجا میان سل میزنن استوپا همه این پشت این سقف قرار میگیره. بعد شما میبینید که قیمت میاد بالاتر، استوپ های پشت این سقف رو میاد جمع میکنه و از اونجا میره پایین. پس دلیل تشکیل این سقف اینه. خب من یکم خط و خطوط اضافی رو پاک کنم. پس دلیل تشکیل این سقف این بود. یه دلیل دیگه هم داره که اون دلیل هم جالبه براتون توضیح بدم. تریدرهای اسمارت مانی، خوب توجه کنید، تریدرهای اسمارت مانی به شکست ساختار فکر میکنن. یعنی تریدر اسمارت مانی با خودش میاد میگه آقا از اینجا های لو، لوور های، لوور لو بوده. خب وقتی قیمت این پولبک رو میزنه برمیگرده اینجا، میگن آها قیمت اومد آخرین سقف رو شکست. از نظر تریدر اسمارت مانی وقتی آخرین سقف شکسته میشه معنیش اینه که این قیمت دیگه میخواد بره بالا. بنابراین تریدر اسمارت مانی منتظر میمونه قیمت یه پولبکی بزنه تو این نوایی روی این اوردر بلاک، اینجا این کندل اوردر بلاک مثلا بیاد اینجا و بعد از اینجا بره بالا. ولی میبینیم که قبل از که اینا بخوان به این چیزا فکر کنن قیمت اونا رو قال گذاشته و رفته پایین. درسته؟ بنابراین اونا اینجاها به بای فکر میکنن. پس این سقف که ساخته میشه در واقع چند دسته از تریدرها رو هدف قرار میده، چون بازار اساسا هدفش اینه که بیاد جیب تریدرها رو خالی کنه. صادقانه بهتون بگم. خب حالا نگاه کنید، ما الان بازه ما اینطوری بوده های لو، لوور های، لوور لو. الان ما یه بازه جدید داریم. بازه جدید ما از اینجاست تا اینجا، یعنی رنج قیمتی ماست. قیمت الان در این ناحیه داره بازی میکنه. طبق اون چیزی که اونجا بهتون گفتم میتونیم همین تصورم داشته باشیم که الان قیمت میاد یه سقف کاذب یا دروغین اینجا میسازه، یه مقداری میاد پایین، بعد چه کار میکنه؟ خب دیگه پشت این سقف دوباره پر از استوپ.
برمیگرده استوپ تریدرها رو اینجا جمع میکنه و میاد پایین تر. حالا اینکه این بازه رو بشکنه یا نشکنه نمیدونیم، باید بریم تایم فریم های بالاتر. من قصد من نیست اینو توضیح بدم، ولی میتونیم پیش بینی های دیگه ای هم بکنیم. و دوباره اینجا همون دوتا کار رو میکنه، یعنی فرید دادن تریدرهای اسمارت مانی و جمع کردن استاپ ها این پشت. و ممکنه قیمت بیاد این پایین. خب اما اساساً علاوه بر تمام این چیزهایی که گفتیم، خود این سقف هم که اینجا دارید میبینید این هم میتونه شکسته بشه به صورت تدریجی. یعنی قیمت میاد اینجا، میره ممکنه بره این بالا، بعد بیاد یه مقداری پایین تر، بعد حمله کنه بالا، استاپ های پشت اینم جمع کنه، نهایتا بیاد روی این اوردر بلاک و از اونجا بیاد بریزه پایین. ببینید شما کلا این ویدیو رو دیگه بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. هدفم همین بود که به شما به روش ایجاد نقدینگی فکر کنید. حالا که اینو گفتم، بذارید یه چند تا مسئله دیگه هم خدمتتون عرض کنم که اینا، چون ما بیشتر هدفمون در این ویدیوها ساختارشناسیه. شما یه رنج کلی رو وقتی شما بیاید در نظر بگیرید، ما اینجا یه رنج کلی داریم از این از این بالا تا این بالا. وقتی این رنج رو میبینید، شما یه دونه فیبوی ریتریسمنت بندازید از این بالا تا این پایین، 50% این بازه رو مشخص کنید. 50% این بازه کجاست؟ اینجاست. خب من این میام 50% این بازه رو مشخص میکنم. حالا یکم با تقلب این میشه. درسته؟ دیگه من فیبو رو برمیدارم. فعلا با فیبو دیگه کاری ندارم. 50% این بازه اینجاست. بنابراین در این بازه بزرگ شما اگر میخواستید، چون بخواید به سل فکر کنید، باید حتما سل باید بالای این 50% باشه. البته این 50% خیلی هم هیچ وقت قابل اتکا نیست. باید برید بالا 70% و حداقل بالای 68.2 نمیدونم چقدر، باید بالای اونا باشه. برای همین این سقف هم تازه خیلی قابل اعتماد نیست. قیمت باید بازی کنه، میگم دوباره این استوپای اینجا رو بزنه، نقدینگی بسازه، یه کوچولو بیاد پایین‌تر و بعد بره حتما این بالای 50%. ببینید بچه‌ها، این 50%ی که من الان رسم میکنم، فکر نکنید الان اینجا بگید آخه این بالای 50% رفته قبلا. این نه، این زمانی که قیمت رفته اینجا، رنج ما کلا از اینجا تا اینجا بوده که رفته اونجا. ما الان درباره الان صحبت میکنیم که قیمت از اینجا تا اینجا اومده. خب بنابراین انتظار داریم که برگرده دوباره اینجاها و من به احتمال بسیار زیاد میدم که در نهایت با ساختن نقدینگی‌های متوالی بیاد این سقف هم بشکنه، بره بالاتر و در نهایت از بالا بیاد به سمت پایین. شاید هم اصلا دیگه نیاد به سمت پایین، بستگی داره نقدینگی‌های بعدی چجوری بسازه، بخواد به حمله کنه تمام استوپای اون پشت رو جمع بکنه و بره بالا. این حالت ها ممکنه پیش بیاد. باید ما مرتبا قیمت رو در ساعت های مختلف وسط کنیم، ولی خب دیگه ما در هر صورت با توجه به این مسائل پوزیشن میگیریم، هیچ مشکلی هم نداره. ممکنه یه پوزیشن، دو پوزیشن هم استاپ بخوریم، ولی خب یه پوزیشنمون هم خوب از آب در بیاد، یه ریوارد قابل توجه بگیریم، تمام اونا جبران میشه. اینطوری نیست که ما انتظار داشته باشیم 100% پوزیشنی که میگیریم همه با موفقیت با سود بسته بشه. خودتون اینو دیگه بهتر میدونید، تریدرید و اینو میدونید. خب الان حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم خدمتتون، اینا رو پاک کنم. الان در همین بازه اخیر یعنی از اینجا تا اینجا هم شما دوباره میتونید یه فیبو بندازید. این فیبو 50% این بازه رو مشخص کنید. 50% این بازه میشه اینجا، 50%ش میشه اینجا.
درسته؟ خب من فریوار رو دیگه نیاز ندارم، برش دارم 50% بازه میشه اینجا. بنابراین قیمت الان اومده، واقعا اومده تو 50% هم شما نگاه کنید، اومده تو 50% هم وارد شده، اومده از 50% هم گذشته. شما میتونستید همینجا مثلا بالای 50% که اومد همینجا میتونستید سیل بگیرید، ولی خب اینجا به نظر من جای خوبی برای سیل گرفتن نیست، چون گفتم قیمت الان نگاه کنید همین الان اومده پایین، الان اینجا داره برمیگرده، اینجا الان این کندل داره برمیگرده، به احتمال زیاد برمیگرده که بره استوپ پشت همین رو جمع کنه، یه مقداری بیاد یا بیاد بالاتر، حتی ممکنه بیاد روی این اوردر بلاک اینجا و بعد یه مقداری دوباره بیاد پایینتر، بیاد یه اوردر بلاک اینجا بسازه و بعد برگرده دوباره استوپ پشت این سقف هم بزنه بره بالاتر و از اونجا بریزه بیاد پایین. در کل تمام چیزهایی که خدمتتون عرض کردم این نحوه ترسیم یک نقشه مسیره، این به این میگیم یه برآورد معاملاتی. خواستم یه برآورد معاملاتی خدمتتون داشته باشم که امیدوارم این در هر صورت اندکی براتون راهگشا باشه و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدار شما تا ویدیوهای بعدی.